دبلیو برای اولین بار یه حرکت جنجالی کرده، مستندی رو منتشر کرده که توش تمام اتفاقات پشت پرده رو میاد بازگو میکنه، میاد میگه که چجوری مسابقات توی پشت پرده شکل میگیره، سناریوها نوشته میشه، رابطه کشتیگیران در پشت پرده چجوریه و همه اینا رو در قالب مستندی به نام آنریل ارائه میکنه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره که بیشتر بررسی کنیم این مستند رو، ولی نکات جالبی هم که داشت راجبش صحبت میکنیم که اصلا در این مستند چه گذشت. بریم که شروع کنیم. بچه این مستند توی 5 قسمت اومده و برای فصل دوم هم فکر میکنم که تایید شده. به عنوان کسی که رسلینگ فنیم، به حال یک تناقض عجیبیه. یعنی من تو تلگرامم خب خیلی ریاکشن اولی هم اونجا میاد، اگه عضو نیستین حتما عضو بشید. اینجوری بودم که بابا عملا داره کیف نابود میشه. کیف یعنی چی بچه؟ اونایی که نمیدونن خیلی سریع بگم، این که همه میدونن این نمایش از قبل تعیین شده، ولی دو نفری که توی رینگن با هم مشکل دارن نباید بیرون رینگ داداشی باشن، در صورتی که در دنیای واقعی با هم خیلی اوکی هن. ولی نباید اون کرکتری که داخل رینگ هستن رو بشکنن. همچین چیزیه و دبلیو هیچ وقت میگم نیومده مستند بسازه از اتفاقات بک استیج و چیز جنجالیه دیگه. میگم با ورود مدیریت جدید اتفاقات داره میفته. اگه وینس بود هیچ وقت شما همچین چیزی نمیدیدید. و دروغ چرا، من 4 قسمتش دیدم، قسمت آخرش رو که میتونم بگم مهمترین قسمتش بود و ندیدم، ولی میگم به خاطر دلایل نمیتونستم که عقب بندازم این ویدیو رو و راجع به 4 قسمتی که دیدم صحبت میکنم. خب بریم که شروع کنیم. خب یه سری از اتفاقات مستند رو واقعا نمیشه توضیح داد، یعنی من توصیه میکنم که شما این مستند رو برید ببینید. خب ولی نکته های باحالی داشت که الان راجبی صحبت میکنم. خب شروع مستند با زندگی کدی رودز شروع میشه. یه خورده از زندگی شخصی کدی رودز صحبت میکنه که جالبن، چیزای باحالی میگه، نکات جالبیه. این مستند از شو راه نتفلیکس شروع میشه تا رسولمنیای 41. در واقع این روند خطی رو ما داریم که تو اپیزود اول هم میبینیم که همه مشغول در واقع زمینه چینی شو راه نتفلیکس هم. شو بسیار بزرگی بود براشون، فوق العاده براشون مهم بود که این شو رو بتونن یه شو خیلی بزرگ درش بیارن که میبینیم بله تریپل اچ به همراه تعداد اشخاص مثل بروس ریچارد، بابی رود نشستن و راجع به برنامه‌های نتفلیکس صحبت میکنن که متوجه میشیم این اتاقیه که استوری لاین ها شکل میگیره، مسابقات شکل میگیره، کار تریپل اچ میگه که خب چی کار کنیم برای شو راه نتفلیکس. خب بیایم نظر شخصی من تزریق کنم توی این ویدیو. واقعیت اینه که شما اینجا چیز عجیبی نمیبینی که مثلا خب صرفا اینجوری که اوکی شو راه نتفلیکس داریم، مثلا مسابقه ریا ریپلی و لیو مورگان میتونه گزینه جذابی باشه که همین ثبت شد. صرفا یه صحبتایی که نه که جالب نباشه ولی اونقدر هم چیزای جنجالی نیست که بگی پسر این چقدر نکته مهمی بود، ولی خب جالب بود که این چند نفر دارن راجع به مسابقات صحبت میکنن و این که چه پلن‌هایی ما میتونیم برای شو راه نتفلیکس داشته باشیم. یکی از چیزای به نظر من خیلی جالبه این مستند این بود که میاد یه خورده کرکتر انسانی کشتیگیره ها رو نشون میده. یکی مثل ریا ریپلی که خب شما توی رینگ همیشه به عنوان یه دختر خیلی قاطع کاریزماتیک مثلا ازش به یاد داری، میبینی که بابا پشت پرده فرق میکنه. یعنی اون زن میگم قاطع فقط به هدف فکر میکنه، شما میبینید که این آدم استراب زیادی داره، مضطرب، پنیک میکنه. مثلا یکی از مثالاش اینه که داره توضیح میده که آقا شو راه نتفلیکس شو بسیار بزرگیه، شو مهمیه و من میترسم، حقیقتا استراب زیادی دارم، پنیک کردم. میبینیم که توی بک استیج با دیمن پریست قبل مسابقه هیچ صحبت میکنه و خیلی استراب بالایی داره و خب اینا جالبه دیگه، جنبه های انسانی رو نشون میده نکته دیگه ای که جالبه گوریلا پوزیشنه.
اینا چیزایی نیست که خیلی جدید باشه برای رسلینگ فنا، یعنی اطلاعات دارن که اوکی گوریلا پوزیشن این است و این اتفاق میافتاد. میگم چیز عجیبی تا حالا ما دستگیرمون نشده. توی مستندم توضیح داد، اینجا برای بچه‌ای که شاید ندونن توضیحش میدم که آره گوریلا پوزیشن در واقع اتاقک معروفیه که امثال تریپل اچ، بروس ریچارد و عوامل اجرایی پرودوسرها اونجا هستن، اونجا مستقرن. اتاق فرمان دودبیه یا محل کارگردانی گوریلا پوزیشن که توی مستند خب خیلی با جزئیات بیشتری میگه که آقا اینجا جای تریپل اچ، اینجا جای بروس ریچارد، این دوتا صندلی هم جای فلانیه، اونجا در واقع در ورودی به سمت آرناست. توضیحات اینجوری میده که جالبه. اینجا رو من خیلی دوست داشتم و خوشم آمد که یه خورده از چالش هاشون رو، یه خورده نه خیلی، یعنی سر اینم ادامه میدم و صحبت میکنم که یه خورده رو اعصابه، ولی یه خورده از چالش هاشون نشون میده که بله تریپل اچ اون پشت چی کار میکنه. یعنی صرفا نشستن از پشت مانیتور نگاه میکنن، نه، میبینین که نه همچین چیزی نیستش. هدفون دارن، میکروفون دارن و مستقیما با افراد مختلفی در ارتباطن که میتونم بگم مهمترینشون داوره. داور پل ارتباطی بین اعضای گوریلا پوزیشن، یکی مثل تریپل اچن، با کشتیگیرا. یعنی اگر نکته‌ای باشه یکی مثل بروس ریچارد مثلا میگه به داور، داور منتقل میکنه به کشتیگیر. یه اتفاقی میفته، مثلا کریس پارک به داور میگه که آقا این حرکتی که زدن اوکی، یا جیکوب حالش خوبه، مثلا جیکوب میگه آره، بعد داورم بهشون میرسونه که آقا جیکوب میگه حالش خوبه، اوکیه. یعنی کاملا ارتباط دارن و میگه اتاق فرمانن دیگه، کامل تحت کنترل گرفتن اوضاع توی مسابقه رو. و میگم یه چالش دیگه که خب جالب بود برای من این بود که آقا یه سری مسابقات میتونه خیلی کوتاه‌تر از حد خودش باشه، یه سری مسابقات طولانی تر از زمان بندیه و زمان بندی خیلی برای ما مهمه. اینا چالش های جالب و باحالی بود. یه خورده از ارتباط سی ام پانک و تریپل اچ صحبت میشه که مثل این که سالهای مثلا 2019 یه بار دیگه با هم صحبت کرده بودن و تریپل اچ میگه که نه این هنوز اون آدمی که ما میخوایم نشده، عوض نشده. ولی سال 2023 وقتی اومد صحبت کرد اونجوری بودم پسر این آدم واقعا عوض شده، منم عوض شدم و الان دیدگاه هامون توی یک مسیره. جالب بود. راجع به سترولیز و سی ام پانک یه خورده صحبت میشه ولی اصلا پروبال نمیده، اصلا اجازه نمیدن که کامل ببینیم که اوکی سی ام پانک و سترولیز تو بک استیج اصلا چرا، هیچ چی ازشون نشون نمیده که احساس میکنم به خاطر اینکه همچنان این فیود ادامه داره، به خاطر همینی که نشون داده نمیشه. ولی انتظار داشتم بابا اینا رو نشون بدین دیگه، یا همچین مستندی نسازین. ولی حالا اوکی از اون خط قرمز رد شدی یا دیگه درست درمون یه چیزو تحویل ما بده. که اپیزود اول کلا راجع به راه نتفلیکسه که مثل اینکه مسابقه سی ام پانک و سترولیز طولانی تر از حالت ممکن بوده. بروس ریچارد اینجوریه که بابا تموم کنید و ایبیس که خودش تو چین خدایی بود اینجا گوگلی نشسته میگه آقا فرصت بده، اوکی تمام میشه. که به داورم میگه آقا یه سری حرکت ها رو نزنید، کمش کنید که این مسابقه صرفا تموم بشه. جالبه. میرسیم به رویا رامبل که اینجا با چیزای جالبی داریم میبینیم که تریپل اچ، بروس ریچارد، بابی رود و مایکل هیز همه اینا داخل یک اتاقکی هم و اینجوریه که اوکی برنده رویا رامبل چیکار کنه. ولی شما روی تخته وایت بورد کاملا مچگارد رسولمنیا رو داری و اورجینال دیگه، مچگارد اصلی رسولمنیا است که میبینی که سترولیز و رومن رینز بود، سی ام پانک نبود. تک به تک مسابقه داشتن. گونتر مقابل سی ام پانک قرار بگیره. اصلا تو جی اوسو رو نمیبینی تو مچگارد. جان سینا و کودیو همچنان داشتیم. اینجا برای من یه خورده عجیبه بچه‌ها و ندیدم هیچ جا راجبش صحبت بشه. این که مچگارد کامل رسولمنیا رو داری تو و اینا تازه دارن راجع به این صحبت میکنن که کی برنده رویا رامبل بشه، که 90% میگن سی ام پانک برنده رویا رامبل بشه،
2 نفر میگن که جان سینا و 1 نفر اونم توی اتاق نبود، از طریق اسکای بود چی بود در ارتباط بود با این تیم، مایکل هیز که گفت نظرتون راجع به جای اوسو چی؟ 1 نفر اون چرا چه ایده بود واقعا که مایکل هیز میگه آقا جای اوسو هم بد نیست که تمام جای اوسو رو انتخاب میکنن. و باز هم میگم چی جوری شما مچگارد کامل رسلمنیا رو نوشتیم و تازه داشتین راجع به برنده روی رامبل صحبت میکردیم. این یه مثالی بود و شما در طول کل برنامه میبینید که یه سری چیزا انگار صحنه سازی شده، یعنی عملا میگن مستنده ولی باز مستندی که بر اساس کیفه های WWE میگن چی میگم، یعنی صاف عین کف دست نیست. تو یه سری صحنه های میبینی که اصلا مشخصا اینجوری که داداش مستنده بیا همچین کاری بکنیم. مستندی نیست که انعکاس واقعی از اتفاقات WWE باشه. خب من نمیدونم و شاید هم فرمتشون اینجوری باشه که اول مچگارد رسولمنیا رو میمیسن بعد برنده روی رامبل انتخاب میکنن. یه خورده برای من احمقانه است، به خاطر همین خیلی یه خورده حس فیک میده. من احساس میکنم یه سری از این سکانس ها از قصد برای مستنده، یعنی اینجوری نبوده که اوکی شما هر کاری که میخوایم ما بکنیم ما فیلم برداری میکنیم، نه یه سری چیزها طبق داستانگویی خود مستنده داره میره جلو. امیدوارم که منظورمو رسونده باشم. ساتردی مین ایونت رو داریم که راجبه اون هم صحبت میکنن، کودی رودز و کوین اوونز که راجب پال درایوری که قرار زده بشه صحبت میکنن. میگم چیزای جالبیه، نمیشه خیلی راجبه صحبت کرد. یه چیز خیلی جالبی که اول ویدیو فکر میکنم گفته باشم، نمیدونم چون این ویدیو هم 2 بار ضبط میکنم، یه بار ضبط نشده بود. اینکه تریپل اچ و کوین اوونز توی ساتردی خیلی با هم درگیری داشتن، ولی شما بک استیج رو میبینی که تریپل اچ مثلا میره خوشو بهش میکنه با کوین اوونز که میگه داداش اوکی بود همه چی و من داشتم فلبده همه چیزی پیش میبرم. خیلی جالب بود دیگه، خوشو بهش میکنن. اینا چیزای اینا چیزای جالبی بود که کم میگیریم توی مستند. انتظار داریم که خیلی بیشتر توی مستند بشه ولی اونقدر نیست. کوین اوونز و کودیو داری توی بک استیج که کوین میگه که آقا اون حرکتی که من رود زدم روی نرده بود یه خورده بعد زدم، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه مثلا میگم از دستم سر خورده. با هم دیگه صحبت‌های اینجوری دارن که جالب. واقعیت اینه که جالبه، خیلی جالبه. اپیزود شو الیمینیشن چمبر هم واقعا باحاله. این که تو میبینی که تمام اعضای الیمینیشن چمبر مچ قبل از مسابقه دوره هم جمع شدن و اینجوری هن که خب اوکی چی کار کنیم چی کار نکنیم. و اینجا تنها نقطه اتصال ست و پانکه که دوره هم نشستن دیگه. و خیلی جالبه که ایده اندینگ الیمینیشن چمبر رو سی ام پانک میده. سی ام پانک میگه آقا آره این اتفاق میفته ست تو میای رو من کورپستان میزنی و در نهایت سینا با مثلا استیف برنده میشه. یعنی ایده پایان الیمینیشن چمبر رو سی ام پانک داد و تو میبینی که نه همه دوره هم واسه درو مکینتایر کنار سی ام پانک شه. یه خورده عجیبه چون همچین چیزایی رو نمیدیدیم. جلوش ست رولیز رو داریم، جان سینا رو داریم، اینا جالبه. میان راجع به هیلترن سینا میگه که هیچ کی ازش باخبر نبود و کلی سناریو اینا در واقع مرور کردن که اگه کودی رودز هیل بشه چی میشه. این سناریو رو اول داشتن، تو فکرش بودن. اصلا اون اول ایده جان سینای فیس با قول کودی رودز فیس رو داشتن، بعد به این رسیدن که اوکی کوین اوونز اگه روحشو بفروشه به دراگ چی میشه. تمام اینا رو بررسی کردن. ولی یه نکته‌ای که خود تونی میگم، ولی یه نکته‌ای که خود نیکان میاد توی مستند میگه و عملاً میگه که آقا ما خب بلیت نمیتونستیم بفروشیم توی الیمینیشن چمبر، یه خورده به مشکل خوردیم، هایپ خوابید، چیکار کنیم؟ دراگو بیاریم. عملاً شما میبینید که خیلی اتفاقات دقیق 90ه. شما میبینید که خیلی اصلا این از هفته بعدشون هم خبر ندارن که میخوان چیکار بکنن. یعنی تو نیازی نبود مستند رو ببینی و این حرفی که من همیشه زدم، ولی توی مستند رو میبینی اینجوری بود. یعنی به چشت نمیاد که یه کمپانی 4 نفر نشستن و مثلا تریپل اچ میگه خب ایده تو چیه؟ جای اوسو بعد هم نیست و ببین جای اوسو قرار مثلا برنده روی رامبل کنه. یه خورده این چیزا عجیبه. ولی این که تریپل اچ توضیح میده که آره من
به جان سینا زنگ زدم نظرشو پرسیدم که ببین هیل ترن شدنت برای تو تبعات داره، میخوای این کار انجام بدی. اینا چیزای به نظر من جالبی بود. در نهایت اینو بهتون بگم که اصلا نمیخوام بگم مستند بدیه یا خسته کننده است. نکته اینه که عین کف دست صاف نیست با تو، صاف و صادق نیست با تو میبینی که باز اونقدر بی پرده راجع به مسائل صحبت نمیشه، یه سری مسائل اصلا نشون داده نمیشه و اون صحبتی که اول راجع به تریپل اچ کردم این وایبو میده که میخواد کلا تاکید کنه که تریپل اچ مغز متفکره. خب و تو چون اینجوری روش مانور دادن که شما این دفعه کامل اتفاقات پشت پرده رو میبینید، ولی همچین چیزی نیست. شما کاملا با چالش هایی که اینا دارن مواجه نیستی. تو کاملا با یه سری چیزا قرار نیست درست پیش بره و پیش نمیره، اینا رو نشون نمیدی. یک مستندی که انعکاس واقعیت هم خوبی ها و هم بدی ها رو نمیبینی، بیشتر یه محصولیه برای پروموت خود دبلیو که یه سری طرفدارا جذب شن. یه همچین چیزی من احساس میکنم همچین ایده ای رو داشتن. خب چیزی نیست که خوب و بد نشون بده، هر چی هست رو نشون بده، نه. به خاطر همین میگم تو یه سری وقتا وایب اینو میگیری که اینو اصلا قشنگ برای اینکه مستند باحال بشه اینو ضبط کردن. تریپل اچ در اون حالت همچون کاری نمیکنه. میگیری بهتون چی میگم؟ همچین وایبی هستش. و گرم مستند جالب، شما در بک استیج یه سری ویدیوهای میبینی که جالب جان سینا مانی این د بنک پارسال که میاد یهویی میگه که آقا من میخوام بازنشسته بشم، مثل که هیچکی باخبر نبوده. ستوریز و جان سینا توی بک استیج به هم میخورم، ستوری جان سینا رو بغل میکنه، میگه که پسر اشکم در اومد، فکر نمیکردم که بخوای همچین کاری بود. اینا جالبه ولی انتظار داری که خورده بیشتر باشه، بیشتر ببینیم. ولی در کل من به شدت توصیه میکنم که این مستند رو ببینید. نکته های جالبی که بود رو براتون گفتم و باز هم میگم اصلش اینه که خودتون ببینید. یعنی این صرفا یه بررسی بود و این که نظرمون صرفا راجع به این مستند تا این 4 تا اپیزودی که دیدم بهتون بگم. امیدوارم که چیزی از قلم خلاصه ننداخته باشم و میبینمتون تا ویدیو بعدی. اینجا ویدیو جدیدم میاد، میتونی که ببینی و لذتشو ببری. خدافظ دایناسور.